خدایی فکر نمی‌کردم یه کارت گرافیک سری 40 سوپر به این زودیا ببینیم. ولی خب سلام، من سلمانم و اینجا شهر فوفوس. میخوام بهتون بگم که گیگابایت یه دونه کارت گرافیک واسمون فرستاده به اسم اورس RTX 4080 سوپر مستر، یعنی یه قطار اسم. این کارت گرافیک و انویدیا توی مراسم CES 2024 معرفی کرد که ما اینجا میخوایم اون رو بررسیش کنیم. پس تا آخرین ویدیو همراه من باشید. همین اول کار باید بهتون بگم که ما قرار نیست توی این ویدیو در مورد RTX 4080 سوپر صحبت کنیم. گرافیکای سری 40 به نظرم باید یه ویدیوی کاملا جدا داشته باشن. اما چرا من انقدر خوشحال و هایپم؟ چون قراره اورس RTX 4080 سوپر مستر گیگابایت رو بررسی کنیم. بیاد یه اشاره کوچیک به GPU داشته باشیم. همین اول کار باید بهتون بگم که این کارت گرافیک باید یه جورایی جایگزین RTX 4080 باشه. باید بهتون بگم که هسته‌های کودا، تنسور و RT 5% افزایش داشتن و فرکانس بوست رو هم افزایش به خصوصی نمیبینیم، ولی خب یه کوچولو بالاتر رفته. مورد بعدی که باید بهش اشاره کنم اونم اینه که خب 16 گیگابایت حافظه GDDR6X داره. رابط حافظه و پهنای باندم تغییری نکرده. اما مهمترین موضوع چیه توی این کارت گرافیک؟ 20% قیمت این کارت گرافیک ارزون تر از کارت گرافیک RTX 4080 که خب به نظرم یه کوچولو که نه جاستیفای تر شده خرید کردن این کارت گرافیک و برای بازی‌های 4K و 1440p خیلی مناسب تره. خب بریم واقعا سراغ خود کارت گرافیک. باید بگم واقعا بزرگه و ما چالش‌های زیادی رو داشتیم موقع تست کردنش. چه رنگی مشکی و توسی که توی اون استفاده شده، یا بهتر بگم خاکستری، یه حس پریمیوم خیلی خوبی رو به شما القا میکنه. پشت خود کارت گرافیک هم که یه دونه بک پلیت فلزی میبینیم که کارش محافظت از PCBه و یه دونه کات اوت هوا. لوگوی اورس رو داریم و خود کلمه اورس هم که به صورت RGB روی کارت گرافیک طراحی شده و جلوه خیلی باحالتری رو به کارت گرافیک داده. بیاین یکم به کولینگ خود کارت گرافیک بپردازیم. باید بهتون بگم که 3 تا فن بیونیک خوشگل 110 میلیمتری رو روی این کارت گرافیک میتونید داشته باشید که خب الهام گرفته از پوست دندونه‌ای کوسه است. آقا خانم گیگابایت الهام تو. باید بگم که این 3 تا فن خیلی جذابن. این فن وسط برعکس میچرخه و این 2 تا فن روی محورهای خودشون میچرخن و این چرخش معکوس فن وسط چرخش هوا رو خیلی بهتر میکنه. مورد بعدی که باید بهش اشاره کنم، این کارت گرافیک فناش نیمه پسیون. یعنی چی؟ یعنی اگر لود بالایی روی سیستم نباشه این فنا خاموشن و خیلی چرخش آنچنانی رو ندارن. گیگابایت روی این کارت گرافیک یه دونه ویپر چمبر رو در نظر گرفته که مستقیما با GPU در تماسه. اما باید بهتون بگم که یه سری هیت پایپ هم هستن که گرما رو از ویرم و GPU میگیرن و به هیت سینکا انتقال میدن تا خنک کنندگی به راحت ترین حالت ممکن صورت بگیره. خب میرسیم به قسمت مورد علاقه خودم. این فینای این قسمت کارت گرافیک موقعی که توی کیس نصب میشن به من حس خیلی خوبی میده. این نظم کنار همشون خیلی جذابه. اما جذابتر از اون LCD و LEDیه که روی این کارت گرافیک هستش. باید بهتون بگم که این LCD رو هر جوری بخواید میتونید کاستوم کنید. یعنی میتونید تکست بذارید، ویدیو کوتاه شده ای بذارید، گیف بذارید و هر چیز دیگه. توی کامنت ها بهم بگید که اگه میتونستید یک گیف خوشگل بذارید چه گیفی رو میذاشتین. اما شاهکار انویدیا همچنان روی کارت گرافیکش هست. رابط برق 16 پینی انویدیا همچنان مشاهده میشه روی این کارت گرافیکم. اما پاوری که نیاز دارید واسه این کارت گرافیک به گفته خود انویدیا یه دونه پاور 750 واتیه، اما از اونجایی که این کارت گرافیک اوورکلاک شده شما به یک پاور 850 واتی نیاز دارید.
آها من گفتم RGB. این کارت گرافیک رو هر جاییشو که نگاه کنی RGB، یعنی این بالا RGB، دور فنا RGB که خب از فناوری RGB فیوژن استفاده میکنه این کارت گرافیک. این کارت گرافیک رو میتونید با نرم افزار گیگابایت کنترل سنتر با بقیه اون قطعاتی که توی کیستون هست سینک کنید، اون RGB که دوست دارید رو کاستومایز کنید. 2 تا حالت داره این کارت گرافیک که یه دونش پرفورمنس موده که یعنی بالاترین حالت کارت گرافیک رو میتونه به شما بازدهی داشته باشه، و کواینت مود روی حالت یه کوچولو پایین‌تر به ما بازدهی داره که خب موقعی که خیلی کاری باهاش نمی‌کنیم به نظرم روی این حالت بذاریمش و استفاده خودمون رو داشته باشیم. آقا میرسیم به پورتای این کارت گرافیک. کلا 4 تا پورت خروجی تصویر داره که 3 تا دیسپلی پورت 1 و 4، یه دونه هم 2.1 HDMI 8K هم که رزولوشن تصویر بهمون میده. 4 تا مانیتور رو هم میتونیم بهش وصل کنیم. یه نکته جامونده دارم باید بهتون بگم که یه دونه LED بالای کانکتور برقش هست که اگر قرمز شد بدونیم که یه اختلالی چیزی توی این کارت گرافیک هست تا کارت گرافیکمون به فنا نره. خب بخوام یه جمع‌بندی کنم باید بهتون بگم که من چشم از این شازه نمیتونم بردارم. واقعا خیلی خوشگله این کارت گرافیک، شبیه همه سری 40 است، ولی خب چشم منو بیشتر گرفته. باید بگم که مثل همه سری 40 از هسته تنسور 4 استفاده کرده، RT نسل 3 و DLSS 3.5. اما موردی که این کارت گرافیک رو خیلی سرتر کرده اونم اینه که از کارت رفرنس خودش هم بالاتره. یعنی چی؟ یعنی کارت رفرنس 25-50 مگاهرتز رو داره استفاده میکنه و این کارت گرافیک 26-25 مگاهرتز رو داره استفاده میکنه. برای همین پرفورمنس خیلی بالاتری رو داره. ممنونم که تا آخر این ویدیو همراه من بودید. لایک و کامنت و سابسکرایب که اصلا یادتون نره. توی کامنت ها هم برامون بنویسید که دوست داشتین این کارت گرافیک رو با چه قیمتی خریداری کنید. باید توی این ویدیو از همکارامون توی گیگابایت تشکر کنم که این کارت گرافیک رو در اختیار ما قرار دادن و نظر شخصی من اینه که حالا فکر نمی‌کردم یه کارت گرافیک سری 40 اونم سوپر رو بررسی کنم. تا یه دیدار دیگه، خدا نگهدار.